که پیغمبر گفت که و حقهن علیکم، این حق مرد بر زن بود. با حق زن بر مرد چی است؟ رسول اکرم گفت که و حقهن علیکم ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن و طعامهن. حق زنها بر بالای مردها همین است که نیکو او را بخورانید، حلال اونها را بخورانید، حرام نخورانید، از مهنت حرام و پول حرام او را نخورانید، نپشانه که فردا روز قیامت از کشتل شوهر میگیرد و زن میگه من ترا مجبورت کردم که مرا حلال بخوران حرام بپشان. این حرام های خوراندگی و پشاندگی خودت بگیر گفته با شوهرش میخیل میگه. مردها احتیاط کنین که حلال بخوران زنها را، حلال بپشان زنها را، که حق زنها در گردن مردها همین است. نه این که او را حق زن بر بالای مرد همین است او را بخورانی، او را بپشانی، بجای خواب تعمیمش بکنی. نه این که امروز میبینی نکاح میکنه میگیرش یک ماه زندگی میکند و عروسی بیچاره در خانه میمانه و همین رفتگیش به ملک عروس میرود یا چند سال بعد میآید. آیا اسلام ایمان در کجا هست؟ او زن خواندن در کار، او زن پشاندن در کار، او زن بجای خواب تامین کردن در کار، او زن به خود شهوت دارد. اسلام ایمان در کجاست؟ البته که این حقوق‌هایی که زنها با بالای مردها دارند که در درة الناصحین در این باب بسیار احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است. عبدالله ابن مسعود راوی حدیث می گفت که قال علیه الصلاة والسلام اذا غسلت المرأة ثياب زوجها، رسول اکرم میگه وقتی که زن لباس شوهرش وقتی که بشویه كتب الله لها 1000 حسنه، همین زن لباس های شوهرش وقتی که میشوه و نمازی میکند خداوند در دیوان اعمال همون زن 1000 نیکی می نویساند. و غفر لها 1000 خطیه، 1000 خطی او زن محو نابود می شود. و استغفر لها کل شیء طلعت علیه الشمس، و طلب مغفرت کرده می شود برای همون زن همه اشیایی که در زمین هست آفتاب به او میرسد همه اون از خدا طلب مغفرت میکنن برای این زن. و رفع لها 1000 درجه، خداوند 1000 درجه برای او زن در نامه اعمالش ثبت میکند و میبردارد. با یک لباس شستن، با یک شب زنده‌داری که کودکش الله گفته گاوره میجنباند چقدر ثواب است. حتی در مدت ماهیانه و حیض نفاسش هم خداوند با او اجر ثواب عطا میکنه که در حالت فرزند خور داشتنش حیض نفاس اگر از دنیا گذشته شود حکم شهید به او داده می شود. اینقدر آسانی برای زن است و اجر ثواب برای زن است.